بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما گفتیم ما این اخلاق تقسیم کرده بودیم که دیگه مؤلفین سابقی کار نکردن، اونا چیزای دیگری صحبت کردن، تابع اخلاق یونانی بودن. ما گفتیم اخلاق بر سه قسمه: اخلاق با خدا، اخلاق با مردم، اخلاق خود انسان. ما در زندگی فردی خود به اخلاق شدیداً نیاز داریم، باید مستحکم باشیم، حوادث روزگار ما را نلرزانه. ای به نماز خواندن نمیشه، ای به اخلاق میشه. اول عقاید، اخلاق، بعد فقه، به این میشه. ما اینا را میخوانیم. یکی از چیزایی که در زندگانی فردی انسان مهمه، در زندگانی اجتماعی مادم ابرومند میشه، بدترین چیزی که باعث پستی انسان میشه طمعه. فرق نمیکنه این مرد بیگانه باشه، دور باشه، خویشاوندت باشه، برادرت باشه، خواهرت باشه، پدر و مادرت باشه. آدم از که طمع داره که یک چیزی به ما بده، اینمی خودش ذله. ذل عزه یک حدیث خیلی حدیث مطابق واقعه. این سندش خودشه. یا من دل علی ذاتی بذاتی عز من طمع و ذل من عز من قنع و ذل من طمع. هر کس که قناعت داشت عزیزه. این ما و شما حس محسوسه برای ما. اونایی که قناعت دارن با کسی چیزی نمیگن، اینا خیلی عزت دارن. عزت معنی فارسی نگو، معنی عربی عزت شکست ناپذیرن. نه شکست ناپذیرن. و اونایی که طمع دارن، اونا چه بخوایی چه نخوایی پایین میاین، یک نوع ذلت پیدا میکنن. این اخلاق اسلامی. خداوند در این آیه قرآن به پیغمبر اکرم میفرماید: لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. ازواج یعنی دستجاتی از کفار که ما به اونا در دنیا نعمت دادیم. این او در آخرت فرق داره، کافر و مؤمن. در دنیا نه، هر کس به اندازه زحمت خود به یک جای میرسه. در یک آیه قرآن داره میگه اگر به خاطر شما نمی بود، ما حتی همیز پله های خانه های کفار هم از نقره درست میکردیم، او قدر بشن میدادیم که پله های خانه خود از نقره درست کنن. ولی به خاطر شما این کار نکردیم، روحی شما ضعیف میشد. اونا همی دنیایشانه دیگه ندارن، ما دیگه دنیا هم داریم. یک عوضای اعمال ما اونجا داده میشه، اینجا داره تکامل مایه. میگم بعضی اوقات ایکم پولهایی که ما دادیم به کفار، به اصنافی از کفار دادیم، اما کفار که پولدار نیه. ازواجا منهم، ما به اونا چیزایی دادیم، نعمتایی که اونا در تمتعن، لذت میبرن از این زندگانی خود. به پیغمبر میگه چشم خود به اونا نگیر، دراز نکو، به توقع نکو که کاش که من اینها را میداشتم. خود سنگین بگیر، طمع نکو. زهرة الحیات دنیا، این نعمتایی که ما به اونها میدیم، اینا شکوفایی حیات دنیای. اونا از به آخرت امید ندارن، قطع امید کردن، کافرن. میگه نمی دنیای مایه، من به اونا دادم، من اونا را خلق کردم، به اونا باید بدیم. اینا زهرة الحیات دنیا، شکوفایی دنیای حاضرشانه. دنیا به معنای حاضر دو معنا داره. یاد شما باش که من اینا گفتم که یک دفعه دنیا به معنای کائنات نیه. کائنات مخلوق خدایه، هیچ مذمت نداره. اما تو که آخرت کامل، دنیا هم کامل. کره زمین در عربی کون میگن. عالم نمیگن، عالم هم دیگه معنی داره. کون میگن.
دنیا این در اصطلاح عوام ما یعنی زندگی 70 ساله رو، یعنی خانه ها و جا و فرش و ظرف ما و شما دنیا میگیم. غلطه. این زندگی صفت حیات در قرآن به مضاف و مضاف الیه هیچ جا نیامده. هر جا که آمده صفت و موصوفه، یا صفت تنها آمده یا صفت و موصوف. الحیات الدنیا، زندگانی دنیا. دنیا معنیش چیه؟ اگر از ماده دونو باشه نزدیکتر نسبت به آخرت، این زندگانی نزدیکتره، ربط به زمین و آسمان و موجودات خارجی دیگه نداره. زندگانی دنیا، زندگی نه، حیات باز از خدای او کامله. زندگانی کیفیت زندگی. دنیا به معنای حاضر، اگر از ماده دنی باشد زندگانی پستر. در قرآن در اردو جا یعنی اردو معنای استعمال شده و دیگه به قرائن معلوم میشه، آدم اونا را استنباط میتوانه در تفسیر که این دنیا به معنای حاضره یا به معنای پسته. زارت الحیات دنیا، این زندگانی حاضر اینها دارد، ما به اینا دادیم. تو توقع نکو، چشم خود به اونا نگی که وای اما نعمتا به او رسید، به ما بدبختات چیزی نرسید. نه، لنفتنهم، ما اونا را امتحان میکنیم. فتنه چند معنا داره، ولی ما است معنای شمی امتحان کردنه. ما میخواییم اونا را در دنیا امتحان کنیم. چیکار میشه؟ بله. و رزق ربک خیر و ابقا. رسول ما خدا پیغمبر ارشاد میکنه، میگه روزی پروردگار تو نیکوتر، ما به تو از حلال میدم. همسایت ماشین داره، پول زیاد داره، پولای حرام، اونا با او حساب میشه. تو که همی شرعی خدا میگیری، خدا رو شکر کن، این بهتره، حساب نداری. پولم پول امامم، با برکت ترین و مقدس ترین پول. و ابقا، حلال بقا داره، این برای تو بهتره. توقع نکو، چشم خود به مال مردم نگیر. یک نوع عزت بیمه شدنه، بیمه فکری. آدم فکرش به هیچ جا نمیگیره. او مرتکه مال داره، او پول داره، او منصب داره، او چی داره، او جمال داره، او فلانی داره. به خدا توجه کن، بی خود فکر خود پریشان نکن. امینایی که طمع دارن، قناعت ندارن، یک ذلتیه که میری با او میگه کمک به من بده، او گداییه دیگه، گدایی ذلت آوره. نه، عز من قناع و ذل من طمع، این در خود نفس انسانه. وقتی که طمع انسان داشته باشه و تمام فضائل خود در امی متاع دنیا بدانه، هیچ وقت هرچیم که داشته باشی از همه افراد بالاتر نیم. بعضا میبینی که دیگر از تو بیشتر داره. اگر تو از 50 نفر بالاتری، پولت، خانه، جایت، زندگیت، فرزندانت، شوهرت، زنت، از 50 تا بهتری، 50 تا دیگه از تو بهتره. او وقت احساس ذلت میکنی. اگر ایمانت ضعیف بود، این ذلت نفسیت و ذلت ایمانی تو میرسه، به خدا بدبین میشه. میگه اون نگاه نمی کنی که از دیگران تو بهتری، اون طرف نگاه میکنی، اونایی که از تو بالاتره. میگه خدای به اونا بیشتر دادی، به من ندادی. به جایی که همین نعمت خود تشکر کنی، به کفران نعمت مبتلا میشی. اینایی که داری، اگر پایینی ها رو ببین، نسبت به اونا تو بالاتری، تشکر کن از خدا. تو این کار نمی کنی، از خود بالاتر رو میبینی، او وقت هم در باطن خود احساس ذلت میکنی، هم به خدا بدگمان میشی، ایراد میگیری، خدای به اونا این قدر دادی، به من ندادی. آدم در زندگانی دنیا کار میکنه، پیش میره، زحمت میکشه، ولی که همون مقداری که رسید دیگه باید قناعت کن. معنای قناعت تنبلی نیه که مفاهیم اشتباه نشوه. وقتی که من میگم قناعت کن، میگه
ملا میگن که آرام به خانه بشین کار نکن، حماقتشانه. ما میگیم در زندگانی دنیا وقتی که آدم میآید تحصیل میره، چی برای تحصیل علم، چی برای تحصیل مال، آدم میره آخرین زحمت خود میکشه به حلال، به حرام خدا قشته نمیکنه. که شد خدا رو شکر قوت داد، که نشد آرام خدا بگیر. بگوی نمی بوده که به ما در نظام کائنات تقسیم شده، این به ما رسید، من که زحمت خود کشیدم، او پیش رفت من نرفتم، خدای شکر الحمدلله. بقیهش ما از تو به آخرت میخوام. خیلی این قضیه مهمه. اکثر پستیا، حتی جاسوسی، حتی نسبت به زنها تنفروشی، تمام بدبختیایی که بر انسان واقع میشه این زمینه که آدم در باطن احساس حقارت کنه، متملق میشه، چاپلوس میشه، مقام انسانی خود پایین میاره، در نظر مردم خار و ذلیل میشه، به هزار مصیبت گرفتار میشه از همین احساسی که در باطن خود احساس حقارت کنه. بی خود ما خود به دست خود شکست خورده اعلام میکنیم. یک زرگر بود در قندهار مقبول، خبر داشتم خانه شهر دیده بودم، خیلی فقیر بود. ما وقتی که میدیدم میگفتم استاد چطوری؟ میگفت شکر الحمدلله، خدا را شکر. پیشانیش اصلا پیشانی خود خم نمیکرد که من ندارم یا انچه. در دوران جهاد ما در کویته بودم، یک دختر میامد پیش من، میگفت من میخوام زنان را جمع کنم، دخترها را جمع کنم در کویته، یک انجمن دخترها درست کنیم که یک کمکای جمع کنیم، یک کاری کنیم برای زنایی که در قندهارن، برای جبهات بفرستیم، یک کمک کنیم. این میامد با ما صحبت میکرد، با کنایه و به اشاره هم از حال خود صحبت نمیکرد. منتم لابد اینا خیلی پول دارن، چند نفر جمع کرده بود فعالیت میکرد. یک شب من رفتم به عنوان تقدیر به خانهشان، رفتم دیدم که چراغ نبود، چراغ نفتی بود. و مادرش گفتم چرا چراغ برق امشب شما ندارین؟ گفت نه این مدتی شده 2-3 ماه پول ندادیم، پول برق، محصول برق آمدن دولت قطع کرد. بعد فهمیدم که اینا در کمال فقر زندگی میکنن، هیچی ندارن. یک تاجر همراهیم بود، او را من با خود برده بودم، دیدم که اینا فرش ظرف خانیزی، این دختر هیچی نداره، خودشه مادرشه. برادرایش هر کدام به یک طرف رفتن. یکی که خوب ما دیدم سوخت دیگه، آدم دیدم که فقیره، ولی من خیلی اونجا که رفتم این حال زیر دیدم، خیلی من نسبت به این دختر علاقه و محبت پیدا کردم. گفتم وای این چی روحی شکست ناپذیری داره. عزیز معنیش همیه، عزت خدا عزیزه. عزت به اینیه که قیامت چند نفر سرای شرکت کنه. عربی عزیز، شکست ناپذیر، هیچ باقش نیه. این دختر آمده به ما 1 روز نه 10 روز نه. وقتی که من از قوم می آمدم در دوران جهاد، آدم باید از اینا یاد بگیره، غرور پیدا نکنه که ما عالمم، درس خواندم، درس خارج میخوانم. خیلی افراد عوام است از ما و شما در بعضی از صفات اخلاقی خود قوی تره. اونان خوردن نداشت، خانیزی قطع شده، یک دفعه به کنایه هم به من نگفتن. اون محمد چند دفعه تقاضایشی بود که تفنگچه برای من بخر بده که من برم داخل ترور کنم کمونیستاره. می گفتم توی کار تو نیه که تو بروی ترور کنی، تو همینجا بیشین فرنگی کار کن، نرو در جبهه. او فکرار میکرد ای که خانیش برق نداشته، نانی خوردن نداشته، هیچ فکر نمیکرد. خیلی مرا تاثیر قرار داد که بیرو شده. با او آقا گفتم یک مقدار از پولای ذخیره خود ما که پیشتو داریم برو به این بده که چه برقش هم درست کنه، یک چیز پولم بهش بده که کار کنم. این تو اشخاص پیدا میشه.
خیلی افراد فرق میکنه. این عزت نفس نه از آسمان میایه نه از مردم، از خودت میایه. خود عزیز درست میکنی یا ذلیل؟ خدا تو را عزیز قرار داده. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. خدا شکست ناپذیره. اراده خدا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. پیغمبر عزیزه، مؤمنم عزیزه. اما اگر خودت به وسیله طمع در مال پیدا کردن طمع کنی و در طمع لازمه باید تملق کنی، کار کو کنی، کور کا کنی. برو یک چیزایی به طرف بگوی که تو آنچی و آنچی و بعد از پیغمبر دیگه تویی که او یک چیز بده. نه 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 نه. آدم باید خیلی به این مواظب باشه که عزت خود به تکبر نرسه. تکبر گناه کبیره، کار شیطانه. نه تکبر نه ذلت، وسط عزت. وللمؤمنین، خدا عزت برای مؤمنین قرار. ساده یک شعر، حافظ یک شعر خوبی داره. ای گدایان خرابات. گدایان خرابات همین مله های طلبه های جیبش خالیه. یک وقت در یکی از روزنامه نوشته بود که عنکبوت کجا بیشتر تار میدوانه. یک دیگه نوشته بود در جیب طلبه ها که همیشه خالیه، عنکبوت اونجا تار زیاد میدوانه. خب دوره طلبگی میتونه. لکن حافظ چی میگه؟ میگه ای گدایان خرابات، خدا یاری شما. گداین در خرابات آمدین. خرابات چرسخانه را نمیگه. خرابات آرزوها و طمعای خود خراب میکنه، منیت خود خراب میکنه، به خدا تسلیم میشه که دوباره نوسازی کنه. این نفس اماره را خراب کن که انسانیت نوسازی کنه. انسانیت بر اساس خودخواهی فردی، خصوصیات فردی تو هیچی مدخلیت در انسانیت نداره. اینا عوارض فردی توه. بچه که بابت پول داره، فقیره، پول داره نداره، تو قدت بلند قدت کوتاه، او دختر بدگل خوشگل، اینا هیچی در انسانیت مربوط نیست. اینا رو خراب کن، خصوصیات فردی رو خراب کن. گدایان خرابات اینا که دوباره بر امی خرابه ها انسانیت مستحکمه برقرار بسازی. او انسانیتی که جانشینی خدا، نمایندگی خدا را داره. چقدر فرق میکنه. یک طرفش خیر البریه، یک طرفش شر البریه. خیلی فاصلهش زیاده. خود عزیز درست کن. ای گدایان خرابات. من از این شعر شاید خیلی استفاده بردم. حالا او حافظ هرچی که هست من با او کار ندارم، حرفش خیلی عالیه. ای گدایان خرابات، به طرف مردم نگاه نکنه. ای گدایان خرابات، خدا یاری شما. چشم انعام مدارید ز انعامی چند. چقدر عالی. انعام و انعام. انعام یعنی از به نعمتها و به بخشش مردم چشمخ نگیر که اینا به تو بخشش کنه. این انعام. انعام چیه؟ یک مشت گاو خر نسام میدن، نخم میدن، پول دارن، بیعقل، متکبر. اونا را انعام خطاب کرده. چشم انعام مدارید ز انعامی چند. اسب حالی ننمودیم و شد ایامی چند. قاصدی کو که فرستیم به تو پیغامی چند. خیلی اشعار خوبی داره در اینجا. ای گدایان خرابات، خدا یاری شما. چشم انعام مدارید ز انعامی چند. خب این اساس یه اخلاق برای همین یک چیزای تعبدی نیه، سخت زحمت داره که اینا را باید برای ما ملکه شوه. این مثل نکانیه که بگوی قبل تو، طلق تو، زوج تو، قبل تو.
اینا ملکه میخواه، اخلاق ملکه میخواه. نماز خواندن نیه که آدم نماز بخوانه، خواندن آسانه، روزه گرفتن هم آسانه، ترک خوردن و اینا. ولی اخلاق مثل کوکندن به سوزنه تاکه ملکه شوه. برای آدمیت انسان مفیده. ای کافر و مؤمن نداره. خیلی ها به امی خاطر که عزیزن، یعنی شکست عزت پیدا کردن، طمع ندارن به کس، خیلی عزت پیدا میکنن. در جامعه خیلی مورد احترام واقع میشن، کافر باشه یا مؤمن. به هیچ کس باکش نیه. یک چیزای عجیبی. ببین میگیم ابراهیم خلیل الله، دوست خاص خدا. دوست خاص، هر دوستی هم خلت نیه، یک چیز بالاتر. و بند از این ایره باتیش، ایره بردن به منجنیق بلند کردن و اونجی کلیل مندازه. او به چشم خود میبینه که 2 دقیقه بعد کباب میشه، بدنش میسوزه. ابراهیم انسان گوش داره، پوست داره، مثل ما و تو. جبرائیل آمد، در روایت داره. با اساس این روایت به جبرائیل به چیز گفت، به ابراهیم گفت من در خدمتم. ظاهراً از پیش خدا آمده بود، نه از طرف خدا. گفت من در خدمت شمایم. جبرائیل، معنی جبرائیل چیه؟ قدرت الله. جبرائیل یعنی قدرت الله. همی زمینه که گرفت همه تو بلند کرد، چپا کرد. چه؟ در باله قوم لوط همی زمینه برد به هوا، از اون طرف چپا کرد. قدرت الله اینه میه دیگه، همه را برد از بین. سرزمین سدوم که محل سکونت قوم لوط بود. نمرود یک نفر بود. جبرائیل به یک اشاره ور می سختن. قدرت خدا. گفت من در خدمتم. و من کار داری؟ گفت به تو. میبینین جهان بینی انسان چقدر فرق میکنه. ما و شما یک نفر تاجر ببینیم یک برای پول آوردن، پول میخواین، دلش به لرزه میایه، دلت میخوای که دستایش را مشغول کن. اگر یک 5 کوانی بده، یک وزیر یک دیگه بیایه سلام علیکی، صدایت به لرزه میایه. اینا چقدر وقار داشتن. عزیز یعنی تو عزته، شکست ناپذیر. او جبرائیل آمده، قدرت الله. گفت که و تو نه، تو مثل ما یک مخلوق عاجز. یعنی این قدرت تو از خدای، از تو که نیه، یک تصابیه خدا به تو داده. تو هم به خدا محتاجی، ما هم به خدا محتاج. ما به تو محتاج نیم. خدا حافظت. جبرائیل رفت. خیلی مقامه. ابراهیم خبر نداره که چیکار میشه. خلیلی تو خلیله. گفت به شما نه، خدا حافظ. تو هم مثل می، در ذات خود هیچی نداری، ما هم ندارو، همه به او مربوطه. برای چی ما از تو بخوام؟ اگر بخوام از او میخوام. گر گدایی کنی از درگاه او کن باری، که گدایان درش را سر سلطانی نیست. که گدایان درش را سر سلطانی نیست، از پادشاهان بالاتره. ما یک بعضی اشعار عرفانی سرنوشت انسان تغییر میده. شعر خیلی تاثیر داره. ما رهروان، اونایی که به سوی خدا را میرن، خصوصا شب، در نیمه شب، آخرای شب. ما رهروان به خلوت شب. چی تعبیر لطیف. خلوت شب که آدم با خدا خلوت کرده. ما رهروان به خلوت شب، چون سفر کنیم بر تاج خسروان، به حقارت نظر کنیم.
با تاج خسروا با اقارت نظر کنیم، برای ما پسته. چی مقام دارن اونا؟ عظمت خدا این قسم به دل انسان وقتی که آدم حرص نداشته باشه، طمع نداشته باشه، قناعت اخلاقی پیدا کنه، ملکه کنه، نمیتو میشه. ابراهیم به جای رسیده که با قدرت الله هنوز دلش نمیخواه که بگویه بیا من نجات بده، نگفت. این بالاتر از این شیره که میگه ما راه روان به خلوت شب چون سفر کنیم، بر تاج خسروان به حقارت نظر کنیم. یک وقت هارون آمد پیش بالول، گفت بالول به ما کار داری؟ گفت ها یک کار دارم بد. گفت چی؟ گفت مگسر مرا اذیت میکنه، بلی روی میشینه و این مگسر بگو که بلیم نشینه. چی روحیه داشته ای بالول. هارون گفت بالول من این کار نمیتوانم مگسر از تو دور کنم. گفت بالول بس چی گفت؟ گفت تو که یک مگس نتوانی دور کنی، شرمت نمیه که به ما میگی چی کار کنم؟ به ما احتیاج داری، از ما چی میخوایی؟ تو مقدر عاجزی که یک مگس نمیتوانی که از روی این پس کنی، بعد میگی چی میخوایی؟ برو. خیلی خجالت داد شده. این ابراهیم بالاتر از قضیه یک پاچایه. جبرائیل قدرت الله گفت نه جبرائیل به تو کاری ندارم، تو هم مثل ما یک مخلوقی. چقدر شیرین، چقدر شیرین. ایمان ما که به اونجی نرسیده که این خوب درک کنیم این جمله را. ایمان کامل میخواهیم. یک دنیا زیر و رو میشد. از تمام کره زمین این کلمه بیشتر سنگینی و ارزش داره. گفت نه به تو کاری ندارم، تو هم مثل می. انداختش بین آتش. خب میسوخت، ولی این مقام داره، مقامش قویه. یا نارو کونی برده، گفت سرچو. او به جبرائیل کمک از دور نخواست. ببین به قرآن ما و شما هر روز 10 دفعه میخوانیم، 10 دفعه، حد اقلش 10 دفعه میخوانیم، ولی عمل نمیکنیم. و ایاک نستعین. خب ایاک را که مقدم کنن حصر فهمیده میشه، فقط تنها و تنها از تو کمک میخوام. این او قدر قوی بود که از جبرائیلم نمیخواه. گفت نه، خیلی مقامه. خدام به دادش رسید و ایاک نستعین بود. ما و شما که الببلا گرفتاریم، ایاک نستعین نداریم. من روز 10 دفعه به نماز میخوانیم. یا نارو کونی بردن که یک مرتبه در او آتش افروخته ابراهیم به لرزه آمد از سردی. گفت یا نارو کونی بردن سرد شد. او تو سرد شد که در بعض روایات داره، البته معتبر نیست سندش، که به لرزه آمد. بعد گفت که و سلامه، نکشیر از سردی، و سلامه، نگرم نه سرد، سالم بمانم. سالم ماند. نام زیر چی میگذاریم؟ قهرمان توحید. این به وحدانیت قضیه میرسه. غیر از خدا هیچ چیز اینا فکر نمی کنن. قهرمان توحید تنها او در قهرمان اینیه که با بت پرستا مبارزه کرد. هر کس با بت پرست مبارزه میکنه. اینی کارا را میکنن، خدا را در عمل خود توحید میکنن، نه به زبان خود، نه به استدلال و کتاب نوشتن. غیر از خدا جبرائیلم ندید. خدا امور نجات داد. خیلی خوبه که ما قناعت پیدا کنیم، مطالعه زیاد کنین. منبر که میرین به منبر خود اعتماد نکنین. بهترین راهیه که به اخلاق خود و به عزت خود، به قناعت خود، عرفای خود به مردم بقبولانیم.
خیلی تاثیر میکنه که تو از کسی توقع نکنی، پیش او درد دل نمی کنی، همون پولدار محلت بسیار با او با آرامی صحبت میکنی، همون قسمی که با یک فقیر صحبت میکنی با او خان و ارباب هم تو صحبت میکنی. خیلی تاثیر میکنه صحبت هایت. مردم زبانت فکر نمیکنه که تو چی میگو، صحبت هایت درسته درست نیه، شکل اول کبرای منطقه، شکل دومیشه، اونا با اشکال اربعه سرش عنوان نمیآید، اونا به سند روایت که معتبر یا غیر معتبر. این کار ما و توه. اونا عمل آدم میبینه، اخلاقی آدم میبینه، تاثیر میکنه به مردم. خدا به شما اولا و به این فقیر ثانیا توفیق بده که مردم به عمل خود هدایت کنیم. والحمد لله رب العالمین.